سلام. آیا میخواید به بهترین نسخه خودتون دست پیدا کنید؟ آیا میخواید هوشیارتر، خلاقتر و باهوشتر شید؟ در این صورت این 7 تمرین مغزی میتونه به شما کمک کنه تا هوش شما افزایش پیدا کنه. تمرین اول، تا میتونید چیزای جدید یاد بگیرید. یادگیری مطالب جدید همیشه میتونه به تقویت حافظه ما کمک کنه. هر بار که اطلاعات جدیدی رو وارد مغز خودمون میکنیم، تمامی اجزای مغز شروع به تلاش و تکاپو برای درک، تجزیه و تحلیل اون میکنه. همین موضوع باعث میشه که حافظه ما بیش از حد بیکار نمونه و هر روز در حال فعالیت باشه. اگه چیز جدیدی یاد نگیریم، عملاً شانس زیادی برای تقویت حافظه خودمون نداریم. برای شروع میتونید یکی از نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی رو روی گوشی خودتون نصب کنید و بعد به صورت روزانه یک بخش از اون رو تمرین کنید. حتی یادگیری یک لغت هم به صورت روزانه میتونه حافظه شما رو بیدار نگه داره. اگه بتونید روزانه 1 ساعت بر روی یادگیری خودتون متمرکز بشید و وقت بگذارید، نه تنها از لحاظ ذهنی بلکه از همه لحاظ در زندگیتون پیشرفت خواهید کرد. این همون چیزیه که برای زندگی در عصر تکنولوژی و ارتباطات به اون نیاز داریم. تمرین دوم، مهارتتون رو به دیگران هم یاد بدید. یکی از بهترین راه‌های تثبیت مهارت جدید آموزش دادن اون به افراد دیگه است. پس زمانی که چیزی رو به طور کامل یاد گرفتید، میتونید با یاد دادن اون به فرد دیگه باعث تقویت حافظه خودتون بشید. سوم، مسیرهای مختلف رو امتحان کنید. پیدا کردن مسیرهای مختلف برای رسیدن به محل کار و یا منزل میتونه تأثیر بسزایی در تقویت حافظه شما داشته باشه. سعی کنید هر روز یک مسیر متفاوت رو برای رفتن به محل کارتون انتخاب کنید و هنگامی که به خونه برمیگردید این مسیر رو تغییر بدید. این کار باعث میشه که در ذهن شما مسیرهای جدیدی ایجاد بشه و خلاقیتتون بیشتر بشه. همین موضوع باعث میشه که قدرت مغزتون به شدت افزایش پیدا کنه. اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومد، لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا تمرینات دیگر رو هم بهتون بگم. تمرین 4، ساز زدن رو یاد بگیرید. نوازندگی کاری بسیار لذت بخشه. البته سختی‌های خودش رو هم داره. ولی وقتی به فواید و تأثیراتش نگاه می‌کنیم، متوجه میشیم که واقعاً یادگیری اون ارزشش رو داره. یکی از مهمترین دلایلی که یادگیری موسیقی رو به عنوان تمرین برای تقویت حافظه آوردیم، پیچیدگی و سختی اونه. جالبه بدونید که یادگیری و انجام کارهای پیچیده به شدت بر روی حافظه تأثیر مثبت میذاره و در بلند مدت میتونه سلامت ذهن شما رو تضمین کنه. به همین دلیل یادگیری یکی از سازهای موسیقی به شدت توصیه میشه. تمرین 5، مهارت جدید یاد بگیرید. این تمرین برای تقویت مغز نیاز به کمی تعهد داره، اما تمرینیه که میتونه بیشترین مزایا رو براتون داشته باشه. یادگیری یک مهارت جدید یکی از راه‌های سرزنده نگه داشتن مغز برای مواجهه مداوم با چالش‌های جدیده. پس با تعهد، تمرین مداوم و استفاده از روش‌های یادگیری مناسب، افراد در هر سنی میتونن مهارت‌های جدید رو یاد بگیرن. در واقع برخی از تحقیقات نشون داده که علاقه‌مندی به یادگیری و تمرین مهارت‌های جدید در سنین بالا میتونه به بهبود عملکرد شناختی و حافظه کمک کنه. تو کامنت‌ها بنویس به کدوم یک از کارهایی که بهت گفتم علاقه داری که انجامش بدی. تمرین 6، اجتماعی باشید. مطالعات سال 2019 نشون میده افرادی که از نظر اجتماعی فعال هستند در معرض خطر کمتری از ابتلا به زوال عقل و بیماری آلزایمر قرار دارند.
معاشرت موجب درگیر شدن مناطق مختلفی از مغز میشه و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های جسمی مانند ورزش گروهی برای ذهن مفیده. اگه درونگرا هستید، تعاملات اجتماعی میتونه برای مغز شما هم در کوتاه مدت و بلند مدت مفید باشه. تمرین 7: با صدای بلند کتاب بخونید. وقتی کتاب‌ها رو بلند میخونید یا به کتابخوانی دیگران گوش میدید، نسبت به زمانی که خاموش مطالعه میکنید، از مدارهای مغزی متفاوتی استفاده میکنید. برای دوست یا همسرتون کتاب بخونید و هر از چندگاهی نقش خواننده و شنونده رو با هم عوض کنید. شاید سرعت مطالعه‌تون پایین بیاد، اما زمان خوبی رو با هم سپری خواهید کرد. ممنون که با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.